به آخرین آمار وزارت تندرستی تاجیکستان که شام 24 ایول نشر شد، در یک شبانه روز آخر در کشور 78 حالت نو به کرونا ویروس نو کووید 19 گرفتار شدن شهروندان ثبت شده است. از 21 ایون روزی که مقامات تاجیکستان بار اول در سال 2021 موج نو کرونا ویروس را در جمهوری اعتراف کردند، این بلندترین نشان دهنده به شمار می رود. رکورد قبلی که دو روز گذشته 22 و 23 ایول تکرار شد، 68 حالت گرفتاری در یک روز بود. طبق آمار رسمی وزارت تندرستی در یک شبانه روز آخر 58 بیمار پس از معالجه از کرونا ویروس شفا یافته. خوشبختانه یگان کس از این ویروس نفافتیده است و فعلا در تاجیکستان 367 نفر گرفتار کرونا ویروس در بیمارستان یا در خانه تحت معالجه باقی میمانند. ولی وزارت در حال درباره ثبت نشدن یگان حالت فوت از کرونا ویروس اثبات می‌دهد که شام 24 ایول خبر مرگ شاعر خلقی تاجیکستان سید علی مامور به دست رسید. سید علی مامور یک ماه باز با کرونا ویروس مبارزه داشت. همسر او راحت مامور و روز 26 ایون و پسرش فرزان روز 2 ایول نیز قربانی کرونا ویروس شده بودند. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی از شروع پاندمی تا شام 24 ایول در تاجیکستان 14505 حالت آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تا شام 24 ایول 14022 نفر از جمع عمومی گرفتار شدگان شفا یافته. بر اثر بیماری مذکور 116 نفر فوت دیدند. تنها از اول ماه ایول در کشور بر اساس امور رسمی 26 نفر قربانی کرونا ویروس شدند.